ماریو اکس چطورید بچه‌ها؟ امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. امروز اومدم با بسه زر زدم بسه بچه‌ها، بدون معطلی امروز قراره که این موس بود، الان نگید چی بود. بدون معطلی قراره که بچه امروز 10 تا از وایرال شده ترین ویدیوها و تمام اون ویدیوهایی که تو تایم کوتاه، ببخشید، تمام ویدیوهایی که وایرال شده تو کوتاه ترین زمان ممکن، مثلا توی 24 ساعت، توی 10 ساعت، امروز قراره که بچه 10 تا از اون ویدیوها رو با هم دیگه بریم نگاه کنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. حتما بچه‌ها اگه حال کردید سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. متی ماریانو عاشق شما. برو بریم. 1 2 3. حالا حاجی اوکی، حالا داری میرقصی، شادی، هپی، اوکی. من یعنی حاجی باید سرویس کنی اون نوع رقصیدن. حاجی چه رقصی بود حاجی، اینجا رفته بود رو ویبره. اینجا اگه پسر باشید یه کلمه بیشتر نمیگم، میگن رقص تو گفت. به خاطر همین بچه‌ها این اصلا خیلی چیز بود. بریم ویدیو بعدی، ویدیو شماره 2. اوکیه بچه ها، واقعا اومده بود یه حرکت خیلی جالبی زده بود. رو دیوار یه نقاشی بود که با برگ اومده بود موهاشو درست کرده بود. واقعا بچه ها هنوزم پیدا میشن تو دنیا، یعنی واقعا آدمایی به این خلاق بودنی، یعنی با این خلاقیت هنوزم هستن. کسی هست هنوز؟ چون انقدر دیگه دنیا، همه کشورها اکثرا، مخصوصا کشور خودمون، همه افسردن. کسی دیگه حوصله حرکت زدن رو نره، ولی خب هنوزم وجود دارن هنرمندای واقعی. بچه‌ها میریم سراغ ویدیو سوم. برو بریم. مثلا اسمشو میذاریم دیس کنی، چه بخوای هیت کنی، چه بخوای مثلا زایش کنی، یعنی ته ایده بود. عالی خیلی باحال. ویدیو شماره 4. خیلی ترسناکه. میدونی چرا؟ چون این عروسکه رو، خب 100% که زامبی نیست، عروسکه. طرف دست راستش تو سر عروسکه بود، یعنی عروسکه دست خود یارو بود، یعنی که داشت چیز میکرد. ولی حالا اوکی، اینو از نزدیک ببینی سیفه، مثلا میدونی که خودشه. ولی وای اگه بچه این عروسکه رو از دور ببینی، واقعا آدم میرینه تو خودش. چون حس میکنه آدم یکی پریده روش داره همینجوری حاجی اینجوری میکنه، بعد حاجی حس میکنه زامبی اینجوری پریده روش داره چیز میکنه. از دور ببینی واقعا حاجی آدم واقعا میکنه. واقعا ویدیو شماره 5. خب بچه ها یه توضیح راجع ویدیو 5 بدم. ویدیو 5 خیلی وایرال شده. کل یعنی جلب توجه کرده، یعنی بچه کل کشورها، اکثر یعنی کشورها این طرف رو میشناسن، مثل مستر بیست و پارکور و مثلا این معروف. خیلی بچه ها طرف داستانم اینه.
از بغل مردم رد میشه و یه جوری بچه‌ها دیگه رتبه‌ای هم شروع میکنه به هاش بوسیدن. رد میشه بغل یارو و یارو نمیدونه که مثلا یا صدای اسپیکری چیزیه. فکر کن خود طرف حالا ریاکشن Bad day to wear white. Oh. Dirty tornado. Ooh. Gotta take the Browns to the Super Bowl. Yeah. Red Bull gives me wings. بعد جالب اینه مردم هم مثلا فکر می‌کنن مشکل داره، مثلا دیوونه می‌بینه زیاد چیز نمی‌کنن، مثلا عادی طبیعی جلوه. Oh, excuse me, ladies. Oh, sorry. Oh my god. Whoa. Whoa. Make way, Code Brown. Excuse me. Oh my goodness. ریاکشن مردم گاد تو خیابون. ولی خب اینجوری بلند حاجی بخوای بیای مثلا اینجوری صداش مثلا میاد اون دیگه آره اون فول ناموسن اون آره. ولی مثلا خودت باشی مثلا اون نه. شوخی میکنم بچه‌ها. بریم ویدیو شماره 7. یارو میگم چیه، ولی این هر چی که بود انصافا آجی به جای اون حیوانه اون ساب موتور گاو بود. حالا من میگم گاو، واقعا ساب موتور گاو بود. او اسکل خر گاو گذاشتی اینجا. حالا نمیدونم گاو چیه ولی گذاشته پشت فرمون و خودش هم به فرمون نمیرسه اینجوری کرده. حالا فکر کن یکی بپیچه جلوش ناموسن. یعنی اولین چیزی که میره تو صورت راننده همین شاخهای همین گاو است. عقل نماشه آجی جان در عذاب. اینا نمیدونم بنگلادشن آفریقا هن کجان مردمای عجیب غریبی دارن آجی. حرکتایی میزنن اسکانیا نمیتونه هضمش کنه مثلا انقدر سنگینه. ویدیو شماره 8. بچه قبل اینکه ویدیو شماره 8 رو بذارم اگه پسری یه دختری بود که همه چی تموم بود یعنی ببین همه چی داشت، پول نمیدونم ماشین خونه همه چی داشت، ولی دختره اگه این شکلی بود آقا پسر حاضری باشه ازدواج کنی؟ یا دختر خانمای کانال کسایی که اینا ویدیو رو میبینن دخترن حاضر بودید با پسری که این شکلی ازدواج کنید؟ DJ Tony. حالا ببین اینجوری کردنش اوکی، تا اینجا اوکی. اینجوری میکرد که ماش اینجوری تکون مخوره آجی خیلی باگ بود طرف به جون مادر. ببین این باگ بود، اینو خدا اصلا نیافریده بود آجی. این باگ بود، باگ آدم فضایی بود. دهنتو سرویس. اینجوری هم کرد بعد اینجوری هم میکرد دهن سرویس. وای. بریم ویدیو شماره 9. ویدیو شماره 9 یه جورایی فکت ماننده، یعنی میخواد بگه که هم میتونیم یه حرکتی بزنیم پارکینگ مثلا سیف باشه، مثلا ماشین دزد نبره، هم میتونیم کم جا مثلا درست کنیم، مثلا جای کمی بگیره. البته باز بستگی داره دیگه. مثلا نگاه الان پله مخفی بود بعد آجی بالکنه خیلی دارکه ولی شیشه بشکنه رفتی بندر عباس. شیشه بشکنه رفتی.
بعد نمیدونم کدوم کشوره، چین، ژاپنه، فکر کنم سمت آسیا هم اونوراست. من چه اینجوری کرده بودم آجی علاقه دارن کلا به چیزای کم حجم، مثلا یه چیزایی درست کنن کم جا بگیره، چون خونه هاشون کوچیکه اکثرا تو ژاپن و اینا. یه چیزایی درست میکنن که مثلا 3 کاره باشه، 4 کاره، 5 کاره باشه، یه کاره نباشه. خیلی خوبه واقعا. یه نظر خوبه جا کم میگیره، ولی یه نظرم چیز زیاد مالی نیست، میدونی؟ تخیلیه، یه جوریه. Me quedo flipando, de verdad. Flipando. Mira de esto. Lo cierras ahí como si nada. البته نظر شخصی منه ها، شاید بعضی خوششون بیاد، نمیدونم. اگه خوشت میاد لایک کن، Se convierte en silla la escalera, pero چون منم از لایک کردن شما خوشم میاد. impresionante esto. Esa para que tomen ahí, ole. اصلا آجی معلوم نیست، ویترینه، میزه، تخت خوابه، کاسه توالت، چی آفتابه است، چیه داستان. Esto se convierte en میکشه بیرون میز میشه، میده تو تخت میشه، میده بالا estaría آب معدنی در میاد از توش، اصلا معلوم نیست چی به چیه. para guardar espacio. Ya. Esto de que se va a convertir en una mesa gigante. Oye, mira, doble cama. ولی بعضی جا اوکیه، مثلا اینجور چیزا رو این بچه ویدیوه، حالا نمیخوام تجزیه تحلیلش کنم، ولی منم باشه همینجوری دارم تجزیه تحلیل میکنم، ولی کاری ندارم، ولی خیلی بازدید خورده بود. این ویدیو هم به اتمام رسید. تا ویدیوهای بعدی که واسهتون آماده میکنم بچه‌ها، یه سری چیزای دارک و همینجوری خفن، حتما لایک یادتون نره، خواهش میکنم. خواهش دومم اینه که سابسکرایب کنید، خواهش سومم اینه که دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی ماریو اکس میبینمتون به زودی، پس فعلا یو. انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم.